سواد رابطه، اپیزود اول، خودآگاهی احساسی. تا حالا برات پیش اومده که یه حرف خیلی ساده پارتنرت کل روزت رو خراب کنه؟ مثلا شاید فقط بهت گفته تو که همیشه دیر میکنی، ولی تو با شنیدنش به هم میریزی. احتمالا همون لحظه هم چیز خاصی نمیگی، اما بعدش یه حس سنگینی و یه کلافگی تو وجودت تا آخر شب میمونه. یا شده مثلا یه دلخوری خیلی کوچیک یه هویی تبدیل بشه به یه دعوای خیلی بزرگ. مثل وقتایی که فقط به پارتنرت گفتی این دفعه هم حرف منو گوش نکردی و پارتنرت از کوره در میره و میگه مگه همیشه باید همه چی طبق میل تو باشه؟ خب واقعا همیشه مشکل اون چیزی که گفته میشه نیست. خیلی وقتا مشکل چی رو توی ذهن فعال کرده است. مثلا همون جمله همیشه باید طبق میل تو باشه ممکنه یه زخم قدیمی رو توی تو فعال کنه. مثلا اینکه توی بچگی همیشه نادیده گرفته شدی، همیشه صدا تو خانواده شنیده نشده و مغزت الان اون جمله ساده رو به عنوان تهدید تفسیر میکنه. مغز ما بعضی وقتا به الگوی دردناک قبلی واکنش نشون میده، نه به واقعیت فعلی. حالا تا اینجاشو داشته باشید، میخوایم بریم سراغ یکی از مهمترین ابزارهای ما توی رابطه، خودآگاهی احساسی. یعنی چی؟ یعنی بدونی دقیقاً الان چه احساسی داری، نه اینکه فقط بگی کلافم، حالم گرفته است یا اعصاب ندارم. مثلا توی یه مشاجره واقعی بین یه زوج، مرد میگه چرا وقتی حرف میزنم تو چشمام نگاه نمیکنی و زن جواب میده چون احساس میکنم داری قضاوتم میکنی، چون همیشه همینطوری بوده. اون حس قضاوت شدن در واقع ترس از طرد شدنه، نه فقط یک ناراحتی ساده. پس خانم اینجا صرفا ناراحت نیست، اون ترس از طرد شدن داره. یا توی یه رابطه دیگه پسر وقتی میشنوه تو هیچ وقت به من توجه نمی‌کنی، ناخودآگاه عصبانی میشه. اما وقتی مکس میکنه میفهمه که پشت این عصبانیت یک حس بیکفایتی و شرم خوابیده. پس در واقع اینجا پسر صرفاً عصبانی نیست، پسر احساس بیکفایتی و شرم داره. از دید نوروساینس وقتی مغز بتونه یه احساس رو درست شناسایی کنه و اسم گذاری کنه آرومتر میشه. ولی وقتی فقط یه حالت مبهمه و دقیقا ندونی که چه احساسی داری، مغز میره روی حالت تدافعی و اونجاست که بخشی از مغز به نام آمیگدالا وارد میشه. آمیگدالا همون مرکز بقا، ترس و واکنش‌های ناگهانیه. همون لحظه‌هایی که فریاد میزنی یا فرار میکنی یا سکوت میکنی، در واقع آمیگدالای تو فعال شده و این صرفا یک مکانیزم مغزه که توی میلیون‌ها سال تکامل پیدا کرده. چند وقت پیش یکی از مخاطبین کانال تلگرامم پیام داد که با مامانم سر اینکه دیر رسیدم خونه دعوامون شد، ولی وسط بحث یه لحظه دیدم تو چشام اشک جمع شد و اصلا دیگه حواسم به دعوا نبود. یاد حرف مامانم افتاده بودم که چند بار بهم گفته بود هیچی نمیشی. مغز ما بعضی وقتا به الگوهای دردناک قبلی واکنش نشون میده، نه به واقعیت فعلی. تا زمانی که خودآگاهی احساسیت رو نتونی تقویت کنی، یعنی نتونی برچسب درستی روی احساساتت بزنی، نمیتونی روابط موفقی داشته باشی، چه با پارتنرت، چه با خانوادت و چه حتی با دوستات. برای تقویت خودآگاهی احساسی پیشنهاد میکنم یه واژه‌نامه احساسات برای خودت آماده کنی. منظورم چیه؟ ما معمولا فقط میگیم خوبم، بدم یا یه جوریم، ولی اینا برای مغز کافی نیستن. مغز برای مدیریت بهتر احساسات نیاز داره بدونه با چی طرفه. مثلا این لیست کوچیکو ببین. برای احساسات مثبت میتونم از دلگرمی، رضایت، کنجکاوی، عشق و امن بودن استفاده کنم. برای احساسات مبهم میتونم از گیجی، بی‌جهتی و بی‌تفاوتی استفاده کنم. و برای احساسات آسیبزا میتونم از برچسب‌های خشم، شرم، طرد شدگی، بی‌ارزشی و حسادت استفاده کنم. همونطور که گفتم مغز برای مدیریت بهتر احساسات نیاز داره بدونه دقیقاً با چی طرفه. پس دفعه بعدی که از چیزی ناراحت یا عصبی بودی، چند ثانیه مکث کن، از خودت بپرس این حس الان خشم، شرم، حس طرد شدگی، بی‌کفایتی، بی‌ارزشی یا مثلا حسادته. در واقع اینجا دارم اشاره میکنم که چطوری میتونیم خودآگاهی احساسی رو تقویت کنیم. خیلی کار سختی نیست، ولی تمرین میخواد. کافی هر وقت دیدی حالت تغییر کرد یه لحظه فقط مکث کنی، یه نفس عمیق بکشی و از خودت بپرسی الان دقیقاً چه حسی دارم و این حس از کجا اومده و اون تگ احساسی رو براش پیدا کنی. یه زوجیو میشناسم که بعد از ماها تراپی رفتن برای خودشون یه قانون گذاشته بودن که قبل از هر دعوایی اول باید هر کسی بگه چه حسی داره، بدون اینکه تقصیر رو بخواد بندازه گردن اون یکی. مثلا بگه الان حس میکنم نادیده گرفته شدم، نه اینکه بگه تو هیچ وقت کارهای منو نمیبینی. فقط همین تغییر کوچیک مسیر مکالمه رو عوض میکنه.
حالا بیا فرض بگیریم که یه مدت تمرین کردی و الان میتونی متوجه باشی که دقیقاً حست چیه. مرحله بعد چیه؟ مدیریت هیجان. یعنی وقتی فهمیدی چی حس میکنی، بدونی چی کار باید باهاش بکنی. مثلا اگه حس کردی داری از خشم منفجر میشی، یکی از موثرترین جمله ها اینه: میشه 5 دقیقه تنها باشم؟ نمیخوام الان چیزی بگم که بعداً پشیمون شم. یا یه تکنیک خیلی ساده ولی حیاتی، تکنیک مکس. تا 5 میشمارم و بعد جوابش رو میدم. همین چند ثانیه مکس مغزت رو از حالت واکنشی میبره روی حالت منطقی، یعنی از حالت آمیگدالا میاد سمت قشر پیشانی پریفرانتال کورتکس، جایی که تصمیم گیری منطقی انجام میشه. یکی از سابسکرایبرهای کانال تلگرام تعریف میکرد وقتی مطالب مربوط به این جلسه رو گذاشتی، من و پارتنرم شدیداً از هم ناراحت بودیم. قرار گذاشتیم وسط بحث اگه یکیمون گفت 5 ثانیه میخوام، اون یکی باید ساکت باشه. اولش تو ذهنم مسخره به نظر میرسید، ولی واقعاً دعوامون رو ختم به خیر کرد. خب تا اینجا داشتیم راجع به این که چطور میتونی توی رابطت بهتر خودت رو درک کنی و هیجاناتت رو کنترل کنی صحبت میکردیم. حالا میریم سراغ این که چطور میتونی پارتنر بهتری باشی. میخوام راجع به همدلی باهاتون صحبت کنم که اگر مهمترین بخش یک رابطه نباشه، یکی از مؤلفه های اصلی هر رابطه است. اما بذارید قبلش همدلی رو توضیح بدم. همدلی یعنی فقط گوش دادن، نه قضاوت کردن، نه راه حل دادن و نه نصیحت کردن. یعنی کنار طرف بشینی، نه بالاتر ازش. یکی دیگه از اعضای کانال تلگرام از رابطش با اکسش تعریف میکرد. وقتی شب بهش گفتم خیلی خستم، برگشت بهم گفتش که خب برو بگیر بخواب، از بس کم میخوابی. با اینکه اون میدونست اون روز صبح من خیلی زود بیدار شدم، از صبحش من درگیر بودم، از این دانشکده به اون دانشکده، با واحد آموزش سر و کله بزن، خیلی درگیر داشتم، خیلی اذیت شدم اون روز واسه کارهای انتقالیمو. جالب بود که کل حرفش این بود که خب برو بخواب. واقعا خیلی سخت بود که با هم حرف بزنه، آرومم کنه یا با هم همدلی کنه. مثلا اگه میگفتش که میفهممت، امروز خیلی بهت سخت گذشته، یا مثلا میگفت که اگه چیزی اذیتت کرده بیا در موردش حرف بزنیم. اون موقع واقعا اوضاع خیلی فرق میکرد با الان. همدلی یعنی ساختن یک فضای امن، جایی که طرفت بدونه اگه از دردش گفت قرار نیست بره تو موضع دفاعی یا مورد قضاوت قرار بگیره. در نهایت یه رابطه سالم یعنی چی؟ یعنی اینکه بدونی دقیقاً چه احساسی داری، بلد باشی چطور با اون احساس رفتار کنی و بتونی حس طرف مقابلت رو هم بفهمی، حتی اگر خودش بلد نباشه بیانش کنه. بیشتر رابطه‌هایی که بلد نیستن احساسات رو مدیریت کنن، یا به طور ناگهانی از هم میپاشن یا به مرور یخ میزنن و کم کم از بین میرن. ولی یاد گرفتن این مهارت‌ها جادو نیست، صرفا تمرین میخواد و صبوری، ولی کاملا شدنیه. اگه این قسمت برات مفید بود حتما برام کامنت بذار، یا این پادکست رو برای کسی بفرست که فکر میکنی توی رابطه‌اش نیاز به این آگاهی داره. هممون تو مسیر یادگیریم، با هم بهتر میشیم برای یک من بهتر. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.